من تعجب میکنم از این جوانهایی که چهره‌هاشون رو ببینید، قد و قیافه‌هاشون رو ببینید، سن و سالشان رو ببینید. چطور تو میری به یک کسی که در تلگرام به تو این دستور رو میده اعتماد میکنی؟ در کجای قرآن گفته که ما باید بریم انسانهای مدنی، یعنی انسانهای غیر نظامی را تیرباران بکنیم، بکشیم؟ در کجای جهاد این را گفته؟ در کجای جهاد گفته که باید زنها و کودکان و کهنسالان کشته شوند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحنه جنگ جسد یک زنی رو دیدن. در صحنه جنگ جسد یک زنی رو دیدن، تنبیه کردن که زنها رو نکشید، پیرمردان رو نکشید، کودکان بالغ که نشده باشن رو نکشید. در وقتی که اسامه رو به خاطر غزوه میفرستادن، در اثنای وداع اسامه چه نصیحت میکنن؟ درختان را قطع نکنید، حیوانات را نکشید، پیرزنان را نکشید، پیرمردان را نکشید، انسانهای غیر نظامی را نکشید، کسانی که در دیرها یا در همون مکان صومعه، مکان عبادتهای یهود و نصارا هستند، آنها را نکشید. کسی که با شما در صحنه جنگ سلاح به دست گرفته است، در مقابل شما می جنگد، او را باید بکشید. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می فرماید که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. یعنی چی؟ یعنی انسانهای غیر نظامی که در یک کشوری هستند، شما در آنجا زندگی می کنید یا آنها در کشور شما زندگی می کنند، اگر کافری در کشور اسلامی زندگی می کند، طبق معاهده آمده است اقامت کار می کند، زندگی می کند، هر بهانه‌ای که آمده باشد، برای تحصیل است، برای این اهل چی است؟ اهل ذمه است. احکام اهل ذمه در دین مبین اسلام خیلی سخت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید کسی که کافر ذمی را میکشد بوی بهشت به مشامش نمیرسد. و اینکه تو در کشور او میری زندگی میکنی طبق یک اتفاق و تعهدی که تو کردی، پاسپورتشو گرفتی، ویزهشو گرفتی، تعهد کردی، امضا کردی، به خاطر این یک عهد و پیمان و میثاق است که تو با آنها بستی. بعد در اونجا میری در وسط شهر، میری مردم غیر نظامی رو تیرباران میکنی به نام جهاد و مجاهد. والله بالله تالله این نه در قرآن است، نه در سنت است، نه در فقه اسلامی است، نه در مذهب حنفی است، نه در شافعی و مالکی و انبلی است، نه محدثین گفتن، نه مفسرین گفتن، نه فقها گفتن، نه علما گفتن. نروید فریب این مفتیهای استخباراتی مجهول الهویه تلگرامی رو نخورید. بعد از اون الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ نه تنها نمیگه که اونها رو نکشید، کسانی که با شما نجنگیدن، شما رو اخراج نکردن، میگه که ان تبروهم و تقسطوا الیهم، که با آنها نیکی کنین و با آنها با عدالت برخورد بکنین. یعنی چی؟ حتی باید با آنها شما با نیکوکاری، با نیکی با آنها برخورد بکنید. تنها این نیست که شما آنها را نکشی، بلکه باید با نیکی، با خوشرفتاری با آنها معامله بکنید. در ادامه آیه الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم. الله سبحانه و تعالی مانع از کشتن کیا نمی شود؟ کسانی که با شما جنگیدن و شما را از شهر و دیارتان اخراج کردن. الان در اینجا یک نکته خیلی مهمی رو باید با صراحت ما بگوییم. سبب این بدبختی که امروز این جوانهای تاجیک در روسیه گرفتار شدن کیا هستن؟ 4 تکفیری مانند ابو محمد مدنی و ابو فلان و ابو علان که صبح تا شام در صفحات اینترنت این کافر است، این مشرک است، این طاغوت است، این فلان است، اینجا این است، این.
بدون ضوابط، بدون معیار جوانها رو پر کردن، غیر از درس تکفیر و تفجیر و تفسیق دیگه چیز دیگری به مردم ندادن. شما تصور کنید الان وقتی یک جوانی که علم شرعی ندارد، از قرآن و سنت خبر نیست، پای صحبت ابو محمد مدنی می نشیند و بعد از اون از زبان او میشنود که این انصاری کافر است و مشرک است و به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل، بعد فردا یک نوکر استخبارات بیاید به این جوانی که شاگرد ابو محمد مدنی است بگوید که برو به خودت بمب ببند، خودتو برو مثلا در کنار محمد انصاری منفجر بکن. فکر میکنید این جوان تردد میکند؟ نه، قربتا الی الله این کار رو انجام میداد. همین کار رو با مولوی مجیب الرحمن انصاری نکردن، با استاد ایاز نیازی نکردن، با استاد مبشر مسلمیار نکردن، همین جوانها، همین شاگردای همینا کردن. در قضیه عذر به جهل احمد ظاهر مبشر مسلمیار رو تکفیر کردن. همین ابو محمد مدنی و جماعتش وقتی دلیل شرعی نداشتن تکفیرش کردن. تکفیر کردی یعنی چی؟ یعنی خونش حلال است، مالش حلال است، ناموسش حلال است، میتونی بری بکشیش. و یک جوانه که دیگری پیدا شد که حالا این رو استخبارات ایران چارج کرده بود، CIA چارج کرده بود، ناتو چارج کرده بود، امنیت ملی افغانستان چارج کرده بود، منافقینی که بودن، رفت خودش رو منفجر کرد و رو به شهادت رساند. الله اکبر. امروز ببینید یک جوان تاجیک می رود در یک کلیسا در استانبول خودش رو منفجر می کند، 4 نفر زخمی می شوند. در عموم ترکیه تاجیک ها از فرودگاه ها برگردانده می شوند، تاجیک ها دیپورت می شوند، معاملاتشان انجام نمی گیرد، مشکلات اقتصادی، سیاسی، امنیتی، همه چیز برایشان ایجاد می شود. یک لحظه این تاجیک فکر نمی کند که همین کاری که این کرد آیا کار شرعی بود؟ نه والله نبود. نه در قرآن آمده است، نه در سنت آمده است که تو برو داخل کلیسا خودتو منفجر بکن. دستاوردش چی بود؟ تاجیکایی که در ترکیه آزادانه درس می‌خواندن، تعلیم قرآن می‌کردن، درس دینی می‌خواندن، تجارت می‌کردن، همه اینا دچار مشکل شدن. همه اینا رو الان دیپورت میکنن، تحویل حکومت تاجیکستان میدن. آیا یک لحظه فکر نمی‌کنی که در پشت همین کار استخبارات خود تاجیکستان است؟ فکر نمی‌کنی که خود همین ابو محمد مدنی و امثال اینها نوکرای همون استخبارات باشن؟ چرا؟ فایده رو کی کرد؟ در تاجیکستان مدارس دینی بسته است، مدارس قرآن کریم بسته است. در ترکیه آزادانه تاجیکا درس قرآن و علوم دینی می‌خواندن. با یک عمل خلاف دین آمدن همه اینا رو در محدود شد و تعطیل شد در ترکیه. در روسیه تاجیکا آزادانه عبادت می‌کردن، تجارت می‌کردن، مدارس خودشان را داشتند، حفظ قرآن می‌کردن، حفظ حدیث می‌کردن، حجاب می‌پوشیدن، ریش می‌گذاشتن. یعنی آزادیایی که در روسیه بود در تاجیکستان نبود. آزادیایی که در روسیه تاجیکا داشتن در تاجیکستان نداشتن. با این کار این 4 تا جوان احمق چی شد؟ چقدر تاجیک دیپورت شد؟ در آخرین گذاری حدود 30-40 هزار نفر تاجیک روسیه رو ترک کردند. چقدر مدارس دینی تعطیل شد؟ چقدر طالب علم شرعی که اونجا به خاطر تعلیم قرآن و دین آمده بودن اینا محروم شدن؟ آیا این کاری که اینا کردن هدف دشمنای اسلام بود یا نبود؟ یک سرزمین دیگری بود که امید بود که مسلمان‌های مستضعف از آسیای میانه، از تاجیکستان، ازبکستان، از این کشورها در اونجا جای پایی داشته باشن، زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشن، تجارتشان را بکنن، درسشان را بخونن، فرهنگشان یکی، زبانشان یکی، اعتقاداتشان یکی. در افغانستان چیکار کردن؟ در اونجا آوردن تاجیک‌ها و ازبک‌ها رو بسیج کردن به نام داعش. برید که اونجا
امارت مرتدین است. خودشان رو منفجر کردن، چقدر انسانهای بیگناه رو کشتن. در اونجا هم رفتن تاجیک ممنوع، زندگی کردن تاجیک ممنوع. منظور تاجیکستانی است. چرا؟ به خاطر 4 تا احمقی که این کارا رو انجام دادن. آیا فکر نمی کنید که اینها همه یک دسیسه است که این ملت تاجیکستان رو دست و بالشان رو در همه دنیا ببندند و محدودشان بکنند در زیر همین ظالم ستمگر دیکتاتور در داخل تاجیکستان؟ کی میخوان این جوانهای ما عقلشان را به کار بیندازن؟ 15 سال پیش به اینها گفتیم از برای خدا این بازیای استخباراتی واردش نشوید. هدف از ضربه زدن به اسلام است، هدف از بین بردن جوان تاجیک است. در ظرف تقریبا 2-3 ماه در قندار در استانبول یک تاجیک خودش رو منفجر میکنه، در قندار در جلوی بانک یک تاجیک خودش رو منفجر میکنه، در روسیه یک تاجیک خودش رو منفجر، چند تاجیک میرن اونجا این کار رو انجام میدن. چرا تاجیکا؟ بابا از برای خدا بیدار شوید برادران، خواهران عزیز تاجیک، بیدار شوید. این یک بازی استخباراتی است به خاطر نابود کردن و از بین بردن جوانهای تاجیک. چون در بین کشورهای آسیای میانه تنها کشوری که بیشترین پابندی و التزام دینی رو داشت کدام کشور بود؟ تاجیکستان بود. و این دسیسه استخباراتی رو درست کردن و 4 تا انسانهای مجهول الهویه به نام ابو محمد و ابو فلان و ابو احمد و ابو کلبی و ابو مقصود رو در اینترنت آوردن. این کافر است، این فاسق است، این مرتد است، این منافق است، اینو کشت، این طاغوت است، این کارو. الان خودش به بد کردن افتاده. الان خودش داره نه ما نگفته بودیم که این کارا رو بکنید. الان خود رفیقای خود ابو محمد مدنی دارن او رو تکفیر میکنن در صفحاتشون. چرا؟ به خاطر که حمله مسکو رو محکوم کرده. او هم چرا محکوم کرده؟ چون که در این جغرافی زندگی میکنه. باید هر حرکتی که جهادی که صورت میگیرد در مقابل دشمنان اسلام در زیر یک پرچم شرعی معروف و واضح و صریح و بیان باشد، در زیر امارت یک امیری که انسان واضح، صریح، آشکار و مجهول نباشد. نه اینکه هر کس 4 نفر جوان جمع شوند، یک نفر به نام ابو فلان در اینستاگرام یا تلگرام یک کانالی باز بکند، بعد به اونها بگوید که قال الله تعالی قال رسول الله صلی الله علیه و سلم جاهدوا باموالکم و انفسکم. ای جوانها بدوید جهاد بکنید. کجا جهاد بکنید؟ اونجا یک استادیومی هست یا یک سالن موسیقی هست، اونجا بروید مردم رو بکشید. هر کدام شما در این راه کشته شوید، بهشت وارد بهشت میشوید، 72 تا حور میگیرید و اگرم که کشته نشدید غازی میشوید، به هر کدام شما مبلغ چند میلیون روبل ما غنیمت میدهیم. الان این جوان پول رو گرفت یا نگرفت، سلاح براش رسید، رفت در اونجا وارد این سالن شد، از دم همه رو تیرباران کرد. بعد از اون خودش دستگیر شد، یا کشته شد در اونجا یا هم دستگیر شد. خودش، خانوادهش، کشورش، ملتش همه در به در شدن. به خاطر چی؟ به خاطر یک انسان مجهول الهویه‌ای که به نام ابو فلان در اینستاگرام یا تلگرام یا در جای دیگه به اینها این دستورالعمل را داده بود. آیا مسلمان باید به این اندازه احمق باشد؟ تو چی میدانی این کسی که در اونجا در تلگرام این دستور رو به شما داد، این خودش جاسوس آمریکاست، جاسوس اوکراین است، جاسوس ایران است، اصلا از کدام کشور است، یهودی است، نصرانی است؟ هر کسی که آیه قرآن، مگر ما در تل‌آویو الان در پایتخت همین دولت نامنهاد اسرائیل دانشگاه اسلامی نداریم به نام دانشگاه اسلامی تل‌آویو؟ استادانش هم همه استادایی هستن که عربن، یهودیای عربن. اسلام در آنجا تدریس می شود، قرآن و سنت در آنجا تدریس می شود، اما چی؟ بر اساس اهداف یهود.